پیش از همخوابه شدن دعای همخوابگی را نمیدونن. آیا همینها را مقصد یک شما تعلیم میدادین؟ در ذهنتان بگیرین دعایی که از پیامبرمان ثابت شده است برای کسایی که همخوابگی میکنن و خلاص گوییم که مقصدشون آوردن فرزنده، پیامبر تعلیم داده است که پیش از همخوابگی اولا بسم الله بگین. بسم الله. اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. یک بار دیگر میگم بسم الله. اللهم جنبنا الشیطان